کوتاه میخوام بهترین کیس هایی که امسال اسمبلشون کردم، هم قیمت مناسبی دارن، هم ظاهرشون جذاب، هم ایرفلوی خوبی دارن رو بهتون معرفی بکنم که خب خیلی از این مدل ها از برند اوسته، چون واقعا کیس هایی که توی بازار میان رده و پایین رده عرضه کرده اوست کیس های خیلی خوبی هستن، مثلا همین AV02 که خیلی ما پروژه باهاش بستیم، مثلا سیستم های میان رده و اقتصادی، چون هم 4 تا فن داره این کیس، هم ظاهر خیلی جذابی داره و همین که قیمتش خیلی مناسبه، یعنی تو رنج 3 تومن این طوراه. از اون طرف از برند گرین میتونم کیس گرین جیوان رو بهتون پیشنهاد بدم. کیس خوبیه، یه دونه فن 200 داره و یه دونه فن 120. ببینید ظاهرش خیلی سلیقه‌ای من نیست، ولی خب قیمتش خیلی مناسبه، یعنی اونم تو رنج 3 تومن تقریبا که کیس خوبی محسوب میشه که حالا همه اینا رو دارید ویدیوهاشون میبینید، میتونه توی تصمیمتون تاثیرگذار باشه. یک لول بالاتر کیس AV200 رو داریم از برند اوس که این هم بسیار کیس خوبیه، تو رنج 4 میلیون تومن. ابعادش خوبه ولی خب نمیتونید کارت گرافیک خیلی بزرگ رو داخلش ببندید و نهایتا بتونید کارت گرافیک با ابعاد 30 سانت 32 سانت رو داخل این کیس بذارید. آخر ویدیو من بهترین کیس امسال رو هم از نظر خودم بهتون معرفی میکنم که خیلی من دوستش دارم. اما یک لول بالاتر کیس هایی مثل سیلورستون فارا 514 وجود داره که الان داخل بازار هست. کیس خیلی خوبیه، هم اصلاحات توسعه‌اش کامل میشه عمودیش کرد، همین که 2 تا USB 3 داره، یه دونه USB C داره. اینا خیلی فیچرهای جذابی ان توی فارا 514 و AV302 اوس هم هست که بسیار کیس دوست داشتنیه و اونم 2 تا USB 3 داره و یه دونه USB C فرانت پنلش داره. من ماتریکس 50 رو خیلی دوست داشتم، خیلی به نظرم ظاهرش جذاب بود، مثلا اینکه جلوش از شیشه بود و همین خیلی جذاب ترش کرده بود. توی این بازه قیمتی 5 میلیون تومان باز هم کیس های دیگه از برندهای دیگه هستند که خیلی هاشون رو من حقیقتا دوست ندارم، هم از نظر متریال ساخت خیلی ضعف دارن، هم از بخش های دیگه. مثلا کیس های اقتصادی که گیم مکس ارائه میده خیلی هاشون خوبن، اما یه سری هاشون هم هستن که ورقی که برای شاسیش استفاده شده خیلی نازک، یعنی شاسی ضعیفی دارن از نظر کیفیت و کوالیتی ساخت دارم خدمتتون میگم. نه اینکه همه مدل های گیم مکس اینجوری باشن، یک سری از مدل های اقتصادیشون که نام نبردم که احتمالاً بگید اینم هستش که خیلی خوش قیمته، اینجوری بودن دیگه. اما از اون طرف کیس GC6 من کیسی بودش که خیلی دوست داشتم تو اقتصادی ها، هم متریال ساخت خیلی خوبی داره، هم ظاهر خوب و جذابی داره و برای میکرو ATX میتونه یه گزینه مناسبی باشه. وارد کیس های یک لول بالاتر بشیم، آکواریومیا رو داریم، AQ12 که به نظرم محبوب ترین کیس آکواریومی حال حاضر ایران، هم قیمت خیلی مناسبی داره، هم 3 تا فن روش هست، هم چون اون شاسی وسطش فلزی وجود نداره و کلا شیشه هست جلوش، خیلی دوستش دارن. 2 تا رنگ هم داره، هم سفید داره هم مشکی داره، 2 تا USB 3 داره، یه دونه USB C داره و همین متمایزش کرده و راحت میشه رادیات 360 رو سقفش بس، کارت گرافیک های بزرگ رو میتونید داخلش بذارید و همینا باعث میشه که این کیس واقعا پرفروش و محبوب باشه. باز ما AQ14 رو هم از همین برند اوس داریم که اون هم کیس خوبیه و یک لول بزرگتر از AQ12 ولی خب فن من و اینا نداره، یعنی شما باید حتما براش فن جدا تهیه کنید. میتونید هر فنی هم دوست داشتید از هر برندی رو داخلش بذارید. خب از این فاز به بعد ما کیس هایی رو داریم که طبیعتا ایرانی نیستن، برندهای خارجی هن و کیس هایی بودن که من خیلی دوستشون داشتم، مثل GT502 از ایسوس که واقعا کیس بسیار خوش ساختی از نظر متریال و کیفیت و کوالیتی ساخت، واقعا 100ش رو گذاشته ایسوس برای این کیس و شاسی ها بسیار محکم پر استقامت و ظاهرش هم خیلی خشنه، خیلی میتونه تمهای جذابی شما میتونید روش ببندید، یا مثلا GT701 هایپریون که بالا رده میشه که اونم بهش میرسیم. کیس O11 هنوز هم به نظر من یکی از بهترین کیس های دنیاست، مثلا که O11 ویژن اومده که کاملا شیشه، یعنی حتی سقف هم شیشه است، شاسی وسط فلزی وجود نداره، کلا استقامته با شیشه انجام میشه و اینکه همه شیشه است و اینا خیلی باحالش کرده. اما خب این که 3 طرف این کیس از شیشه هستش، تو بخش ایرفلو
خیلی نمیتونه عالی باشه، اما توی بخش ظاهر میتونم بگم یکی از بهترین کیس هست. الان هم کیس هایپ از برند گیم مکس هم وارد بازار ایران شده، کیس هایی که ما سالها حسرتشون رو میکشیدیم و خوشبختانه وارد بازار ایران شد. برای بستن کاستوم واتر کولینگ و اینا مناسب نیستش اصلا کیس هایپ، خیلی اذیت میشه روش بس، ولی خیلی اذیت، کامل باید طراحی و توسعه پیدا بکنه براش بحث کاستوم واتر کولینگ. اما برای بحث ظاهری اگر میخواد لیکوید بذاری کیس هایپ کیس خوبیه. بهترین کیس های پرچمدار میتونم بهتون هایپریون ایسوس رو پیشنهاد بدم و بگم که این کیس واقعا کیس خوبیه و این GT 701 مون ما راحت میتونیم روش پروژه کاستوم واتر کولینگ پیاده بکنیم، میتونیم روش لیکوید 360 رو خیلی راحت ببندیم، ظاهر خیلی گیمینگ توری داره و به نظرم میتونه توی رده بهترین کیس گیمینگ این قرار بگیره. واقعا کیس خوبیه دیگه، همه جوره من خیلی خیلی دوستش دارم و اینم لیست ما میشه. حالا که رسیدیم به انتهای ویدیو، من میخوام بهترین کیس، حالا با توجه به همه معیارها که یکی از اصلی ترینش قیمته، بهتون معرفی کنم از نظر خودم کیس AV302 اوست واقعا میتونه بهترین انتخاب برای هر کاربری باشه. یعنی شما حتی سیستم های پرچمدار رو هم میتونید روی کیس AV302 اوست ببندید، خیلی جا داره، خیلی ایرفلوی خوبی داره، ظاهر خیلی قشنگی داره، فرانت پنل تکمیلی داره و قیمت خیلی مناسبی داره. من توی همه بخش‌های AV302 رو واقعا میپسندم و مورد تاییدمه و فعلا به نظر من توی باز قیمتی خودش کیس دیگه‌ای نیست که بخواد باهاش رقابت کنه. توی مبحث امکاناتی که بهمون میده، ظاهر و فلان اینا، که اگر بخوایم حالا همه این امتیازها رو جمع بزنیم به این عدد میرسیم، ولی خب تو مبحث ظاهر طبیعتا کیس های آیفوریومی خیلی جذابن به شرط اینکه روشون کار بشه و این داستانا. نظر شما راجع به کیس چیه؟ شما چه کیسی رو انتخاب میکنید؟ حتما به من بگید، چون کلی کیس های مختلف و فوتیجاش رو مشاهده کردید و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. عزتمند شما. فعلا خدا نگهدار.